پروفسور بیژن داوری، معاون ارشد شرکت IBM، بزرگترین شرکت سخت افزار کامپیوتر در جهان. آقای بیژن پاکزاد، بزرگترین تولید کننده و طراح لباس در جهان. آقای حسین اسلامبولچی، رئیس شرکت مخابرات آمریکا AT&T. آقای فرزاد ناظم، جالب بدونید، مدیر فنی سایت یاهو. تا حالا فکر کردید چرا گوگل فارسی داره سایت دیگه نداره؟ به خاطر اینکه آقای امید کردستانی اونجا مدیر ارشد سایت گوگله. به فکر اینا نمی‌افتاده. آقای پروفسور مجید سنی، رئیس جراحان مغز جهان در آلمان. خانم کریستیانا امامپور، رئیس بخش خبری CNN در آمریکا. آقای پروفسور محمد جمشیدی، مدیر برنامه‌های داخلی ایستگاه فضایی ناسا. خانم صبا بلخانی، برنده جایزه جوان‌ترین کاشف جهان در سال 2005. آقای نادر مداندو، بسیار جالبه، رئیس اولین شرکت خصوصی پرتاب ماهواره در آمریکا. خانم انوشه انصاری، اسم شرکتشو بگم براتون جالب، رئیس مؤسسه تکنولوژی تلکام. هر جایی بدون مخابراتی چیزی می‌بینید، تجهیزات کار تلکامه. موبایل سونی اریکسون میگی فکر کنم اکثر بازاریابا دارن. میدونی رئیس شرکت اریکسون کیه؟ خانم ماریا خورسند. اون هم یک ایرانیه. پس